سلام دوستان عزیز و دنبال کنندگان چنل کاف فان. آقا میخوایم بریم 5 تا از قوی ترین و بزرگترین مردان جهان رو ببینیم. پس قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو خفن، لایک رو بکوبید، سابسکرایب هم بزنید. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو خفن. Let's go. 2 hours later. خب دوستان، شماره 5 از 5 4 3 2 1 حساب میشه و دوستان دنیس سیپلنکوف اولین نفره که اگر درست اسمشو تلفظ کردم، آره داداش درسته. و آقا دستش نسبت به میانگین دست مردم خیلی بزرگتره، یعنی نسبت به میانگین مردم دستش بزرگتره. و اینجا نوشته اون با وزنه 140 کیلوگرمی تمرین میکنه و عضلات خود رو پرورش یا اون زیاد و به قول خودمون همیدون پرورشش میده. دوستان اون یک مچباز و یک بازوباز یا به قول خودمون داخل مسابقات مچاندازی حرفه‌ایه. و آره دوستان بریم برای شماره بعدی. خب دوستان بریم سراغ شماره 4. شماره 4 ادی هیل یا همون ادی هیل تلفظ ایرانیش میشه و بریم ببینیم چه ویژگی‌هایی داره. خب خفنم از هیکلش. وزن اون 178 کیلوگرم یا 399 پوند و سنش هم 29 سالشه. این بشر 29 سالشه و نوشته اون قوی ترین مرد جهانه و با توجه به اینکه اون تونسته وزنه 500 کیلوگرمی جهان رو بزنه و رکورددار قوی ترین مرد جهان بشه این فرد. دوستان وزنه 500 کیلوگرم رو زده انگار. آره این هم وزنه 500 کیلوگرمه و این هم همون صحنه بود که وزنه 500 کیلوگرم رو زد. دوستان اینجا هم تمریناش هم به این شکلی که دوتا مرد رو میاره، دوتا مرد فکر کنم این دوتا 100 کیلوگرم 200 کیلوگرم تمریناش اینطوره. و آره خب تمریناش واقعا اگر وزن بزنید تمیزتر در میاد دوستان. دیگه آدم بخواد بلند کنه چیز خفنی در نمیاد، ولی وزن اندازه همین آدما وزن بلند کنی خفن در میاد. و در ادامه آره و اینجا هم 4 تا زنی که هر کدومش 70 کیلوگرم که در سر جمع میشه 280 کیلوگرم رو بلند میکنه. خود بشر برو یه وزن 300 کیلوگرمی بزن که همین قد میشه، تمیزتر هم بلندش میکنی. مثلا میخوای بگی چی؟ یعنی میخواد مشهوریشو ثابت کنه داره. خب دوستان بریم سراغ شماره 3. Let's go. خب دوستان بریم سراغ شماره 3. شماره 3 به سجاد غریبی یا همون هالک ایرانی که به هالک ایرانی معروفه ایشون. و بریم اطلاعات و ویژگی هاشو ببینیم. و آره 155 کیلوگرم یا 350 پوند وزنشه و قدش هم 186 سانتی متره و سنش هم 25 سالشه، یعنی 25 سالشه. دوستان ولی واقعا بهشون نمیخوره، همه‌شون میگن واقعا بهشون نمیخوره 25 سال یا 29 سالشون باشه. ولی این بشر هم ایرانیه دوستان دیگه، یه افتخاری واسه ایران که این فرد جز معروفترین و بزرگترین افراد جهان باشه دوستان. به اینجا هم که نشسته مثل داتای قرن ششم اینجا داره بازو میگیره. خداییش اینا بازو نداره اما خیلی هیکلشون درشته، یعنی منظورم از نظر عضله نیستا، یعنی کلا هیکلشون درشته. بریم سراغ بعدی. خب دوستان شماره 2 بریم ببینیم چه کسیه، چه دستایی داره. نمیشه جف دابه نمیدونم مال چه کشوری، اما بریم اطلاعات و ویژگی‌هاشو ببینیم. نوشته او ساعد 19 اینچی داره و دستای قول پیکری داره. راست میگه، اول ویدیو نشون داد چه دستایی داره لامصب. دوستان اطلاعات زیادی در مورد این فرد ننوشته و فقط همینی که نوشته او ساده 19 اینچی داره و دستای قول پیکر. و راست میگه دستاش خیلی قول پیکری. و آره و این هم تمرینای مچندتازیشه که به جایی که اون گرهشو بندازه روی مچش میندازه لای انگشتاش، اینقدر دستش بزرگه. اینم تمرینای مچندازیشه که آره داریم میبینیم که این فرد براش سوس کم حساب نمیشه دیگه، بزرگترینشون این بود. بریم برای بعدی. خب دوستان بریم سراغ آخرین شماره یا همون شماره 1. خب دوستان خضر حیات خان یا ابوالفضل. داشت بریم این ویژگیاشو ببینیم این چیه.
مثلا انسان لامصب. خب دوستان نوشته این وزنش 436 کیلوگرمه و 961 پوند، قدش 799 سانتی متره و آره داداش بنازمه سنش هم 25 سال نوشته. و دوستان منوی روزانه‌شو نوشته هر روز 36 تا تخم مرغ، 4 تا مرغ و 3 کیلو گوشت و 51 لیوان شیر میخوره. داداش یا ابوالفضل غیر ممکنه. یعنی دوستان من در مورد این تحقیق کردم، نوشته اصلا آب نمیخوره هر روز و به جای آب شیر میخوره و شاید هم هر روز 1 لیوان آب زیادش میخوره. اصلا اینجا فقط داره شیر میخوره. این شیر رو خورده و الان بهش میگه 1 لیوان دیگه هم بریز. رکورددار تخم مرغ که نیست، چون که ژاپنیا و همین چینیا همشون رکورددار تخم مرغ لامصبا. خب دوستان اینم از این فردا. واقعا خیلی بزرگ. یعنی این میخواد بخوابه، من موندم چطور این میخوابه واقعا. خیلی نگاه کن چقدر میخوره. خب دوستان دیگه هم این آخریش بود، ولی آخریش خیلی غیر منتظره تموم شد. خب دوستان لایک و سابسکرایب رو بکنید، دمتون گرم و داخل کامنت ها بنویسید که کدومشو از همه بیشتر دوست داشتید و خیلی غیر منتظره براتون بود. از نظر من یکی خیلی غیر منتظره بود. پس دمتون گرم، لایک و سابسکرایب رو بکنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدارتون.